امروز با هم قیمه نثار اصیل و مجلسی قزوین رو درست میکنیم. حالا اگه میخوای خوش عطر و خوشمزه ترین روش رو بلد باشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. اول خلال بادوم و خلال پسته رو تو گلاب خیس میکنیم، زرش کم پاک میکنیم و میشوریم. گوشت رو باید کمی درشت‌تر از گوشت‌های خورشتی خورد کنیم. پیازش هم خلالی خورد میکنیم. هرچی پیازش بیشتر باشه این غذا خوشمزه تر میشه. حالا پیازمون رو میریزیم که سرخ بشه. تو این فاصله خلال نارنجی یا پرتقال رو 3 مرتبه میجوشونیم و صاف میکنیم تا تلخیش بره. پیاز سبک و طلایی که شد گوشت رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. تغییر رنگ که داد رب و زردچوبه رو میریزیم و باز تفت میدیم تا رب رنگ باز کنه. بعد ادویه ها رو میریزیم که نقش مهمی توی طعم و مزه این غذا دارن و تفت میدیم تا عطرشون در بیاد. آب جوش رو میریزیم، یه تیکه دارچین و نمکش رو هم اندازه میکنیم و میذاریم تا گوشت کامل بپزه. تو این فاصله برنج رو دم میذاریم که من 1 لایه از برنج رو هل میریزم که عطر فوق‌العاده‌ای به این غذا میده. نثار رو هم آماده میکنیم. به این شکل که خلال نارنجی یا پرتقال رو داخل کره تفت میدیم. زرشک و شکر رو اضافه میکنیم و باز کمی تفت میدیم و در نهایت خلال پسته و خلال بادومو که گلابش رو خالی کردیم و میریزیم. همچنان که داریم تفت میدیم همه رو با هم مخلوط میکنیم و حالا کمی زعفرون برای خوش رنگ تر شدنش. اینم از نثارمون که آماده است. گوشت که کامل پخت، زعفرون، گلاب و 1 مقدار از نثار رو اضافه میکنیم و 10 دقیقه با حرارت پایین اجازه میدیم تا خورشتمون جا بیفته. حالا بریم برای سرو که معمولا به صورت تک نفره این غذا رو سرو میکنن. مقداری از برنج رو زعفرونی میکنیم برای روی غذا. حالا برنج رو میریزیم تو دیس، روش خورشت گوشت میریزیم و مجددا روی خورشت برنج میریزیم. بعد هم با برنج زعفرونی و نثار غذامون رو تزیین میکنیم. این قیمه نثار که یه غذای خوش عطر و بی‌نظیره رو میز مهمونیاتون میدرخشه. درست کنید و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرید. نوش جان.